در نتیجه کوشش فرار 3 شهروند ازبکستان از بازداشتگاه اداره مهاجران منطقه جاکارتای شمالی در پایتخت اندونزیا، یک کارمند اداره مهاجران و یکی از محبوسان فراری به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این باره رسانه‌های اندونزیا از جمله جاکارتا گلوب با تکیه به پلیس ضد ترور این کشور واقع در آسیای جنوبی خبر دادند. چند دی پیش پلیس جاکارتا 4 شهروند ازبکستان را با اتهام عضویت و تبلیغ عقیده‌های سازمان تروریستی کتیبه توحید و الجهاد که در سوریه عمل میکند و اساساً جنگجویان ازبکستانی را متحد میکرد دستگیر کرد. گفته میشود که 3 نفر آنها عضو این سازمان تروریستی در بسیار کشورهای ممنوع بوده. نفر چهارم آنها را با پول و اسناد قلبکی تامین میکرد. نشریه اندونزی رپوبلیکا اسم این 4 زاده ازبکستان را هم نشر کرده بود. بهزاد انوربک اوغلی بیتویف، عالمجان مختار اوغلی محمودوف، مراجان ابراهیم جان اوغلی رحیموف و بهرامجان قابلجانوویچ عزیزوف. نماینده واحد ضد تروریستی رقم 88 ازوین سریگار در نشست خبری گفت که 3 نفر آنها فرار کردند ولی چهارمش باباجان قابلجانوویچ عزیزوف در بازداشتگاه ماند و یا گریختن نخواست. فرار ساعت 4 صبح 2 اپریل سال 2023 وقتی صورت گرفته است که کارمندان و پاسبان‌های بازداشتگاه اداره مهاجران برای ماه شریف رمضان غذا تیار می‌کردند. زادگان ازبکستان با کارت‌ها مسلح شده یک کارمند اداره مهاجران را کشتند و یک همکار او و 2 پاسبان بازداشتگاه را زخمی کرده گریختند. تعقیب آنها یک شبانه روز طول کشید. یک محبوس فراری را در باغ یک خانه بلندقبته استقامتی دستگیر کردند و یکی دیگر را در داخل یک لوله در ساحل دریای سنتر. از وین سریگاری گفت فرار سیومی را از دریا مرده پیدا کردند. او خود را به دریا پرتافت و غرق شد. جسد او را برای تشخیص به بیمارستان انتقال دادند. هنگام بازپرسی فراری های دستگیر شده اعتراف کردند که بعد به بازداشتگاه با دیدن آنها آمدن کارمندان کنسولخانه ازبکستان در جاکارتا قصد فرار کردند. آنها از ترس مجازات سنگین در وطنشان نمیخواستند که به ازبکستان استرداد شوند. شرح داده است نماینده واحد ضد تروریستی رقم 88 اسوین سریگار در نشست خبری. حالا هر 3 محبوس زندانی ازبکستانی را به دلیل شروع تفتیش قتل کارمندان اداره مهاجران به بازداشتگاه پلیس جاکارتا انتقال دادند.